امریکا 20 ساعت مهلت دارد تسلیم شود، ورنه ایران متحدانش را به عصر حجر میفرستد و نابود میکند. این را مشاور قالیباف در حالی گفته که ضرب العجل ترامپ به جمهوری اسلامی نیز امروز پایان می‌یابد و او تهدید نابودی ایران را تکرار کرد. اردوغان بر نتانیاهو خشمگین است و سناتور ایرانی تبار آمریکا طرح استیضاح و برکناری وزیر جنگ را به کنگره میدهد. هم جنگ شدت گرفته، هم لشکرکشی و آرایش بیشتر نظامی برای نبرد طولانی جریان دارد و هم تهران شرایط جدیدش برای آتش بس را به اسلام آباد سپرده است. تماشاگران یک در سراسر جهان سلام. به مهمترین ها در نخستین بسته خبری روز با من احمد رشاد زرید خوش آمدید. امروز آخرین روز مهلت دونالد ترامپ به ایران است که تهدید کرده ایران را نابود خواهد کرد و همزمان مشاور آقای قالیباف رئیس شورای مجلس اسلامی ایران آقای مهدی محمدی گفته در واقع 20 ساعت ترامپ مهلت دارد که تسلیم شود و خاورمیانه را ترک بکنه و جنگ را پایان ببخشه، ورنه متحدانش که کشورهای عربی منطقه است را به عصر حجر یا پارینه سنگی خواهیم فرستاد. آقای ترامپ طی چندین ساعت گذشته همچنان موضع گرفت، سخنهای در پیوند به ایران گفت و تهدیدهای خودش را تکرار کرد. گفت کل ایران را نابود میکنیم. همچنان آقای ترامپ مدعی است که ایرانیان از او خواستند که به بمباران تا نابودی جمهوری اسلامی ادامه بده و مردم در آتش بس باید قیام بکنند. آقای ترامپ این درخواست را کرده که اگر آتش بسی فرا رسید او زمان مردم ایران باید قیام بکنند و نظام را برکنار بکنند و به باور خودش در اختیار خود بگیرند. ولی آقای دونالد ترامپ میگه ایران دشمن قوی است و هرچند به اندازه یک ماه قبل قوت و قدرت نداره ولی دشمن بسیار قوی است و مدعی است آقای دونالد ترامپ که ایران در 47 سال رؤسای جمهوری آمریکا را فریب داده و سرشان کلاه گذاشته و اما خود ترامپ گویا اهل فریب خوردن نیست و البته این ادعا هم تکرار کرد که برای ایران برنامه‌ریزی فراوان شده، نقشه های هست که در اختیار رسانه ها قرار نمیده که چه اتفاقی در حال افتادن است. و البته خشمی که دونالد ترامپ داشت و فحاشی و ناسزایی که به ایران گفت که تنگه لعنتی را باز کنید، با این اصطلاح که حرامزاده ها این اصطلاح را به کار برد، گفته شده که دلیل خشمش این بوده که در عملیات نجات پیلوت یا خلبان جنگنده ساقط شده آمریکایی در واقع چند عملیات فریب هم انجام دادن و حتی جمهوری اسلامی هم تایید کرد، گفت امکان داره به دنبال دزدی یا ربودن یورانیوم غنی شده که فکر میکرده در اصفهان هست برای او عملیات زمینی را در ایران انجام داده. همزمان نازنین انصاری نماینده کنگره آمریکا که ایرانی تبار است روی طرحی کار میکنه که آقای پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده را استیضاح بکنه و زمینه برکناریش را فراهم بکنه. البته طی روزهای اخیر تعداد برکناری ها و استعفاها در دولت آقای ترامپ به دلیل جنگ ایران افزایش پیدا کرده. خانم انصاری استدلالش این است که در مدرسه میناب تعداد زیادی دانش آموزان از بین رفتن و همچنان آمریکایی ها یا سربازان آمریکایی جانشان به خطر انداخته شده و جنگ شدت بخشیده شده توسط وزیر جنگ آقای پیت هگزت، به این خاطر او باید استیضاح شود. رجب طیب اردوغان که بسیار تلاش میکنه تنش را کاهش ببخشه، خودش را جنگ دور نگه بداره و جلوی گسترش جنگ را بگیره یا ادامه جنگ را، تلاش هاش گویا هنوز نتیجه قابل توجهی نداده، ولی رجب طیب اردوغان بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت خشمگین است و میگه او دلیل و مانع اصلی فراری دیپلماسی است و او جلوی این را میگیره که ما از جنگ جلوگیری بکنیم. البته او تلاش میکنه جنگ شدت پیدا بکنه و دیپلماسی ناکام بمانه. برای همین است که تلاش های دیپلماتیک کشورها ترکیه، عربستان، مصر و همچنان پاکستان به نتیجه مانده تا اینک. آقای مهدی محمدی که مشاور آقای قالیباف است در واکنش به صحبت های ترامپ فرستادن عرب ها به عصر حجر را تکرار کرد و البته یک طرح 10 ماده‌ای را ایران تازه به پاکستان داده، در او 10 شرط جدید گذاشته که توقف کامل جنگ، ضمانت
حمله نکردن دوباره آمریکا بر ایران و حتی حزب الله، همچنان بر رسمیت شناختن تنگه هرمز به عنوان ملکیت ایران و عمان و ای که $2 میلیون به هر کشتی باید عوارض بپردازه در ورود و خروج از تنگه هرمز، این از چند شماره از 10 عدد مواردی هست که در طرح جدید ایران برای آتش بس به پاکستان سپرده شده. جنگ به شدت جریان داره. شهرهای اهواز، تهران، شیراز و بندر عباس امروز همچنان زیر بمباردمان شدید بود و آقای پتکزیت گفت که در مقیاس 37-38 روز گذشته امروز شدیدترین حملاتمان را انجام دادیم. هرچند مشخص نیست که با پایان یافتن ضرب الاجل چه نوعی از عملیات جدیدی را برا خواهند انداخت. موج 98 و 99 وعده صادق 4 که عملیات ایران بر شهرهای اسرائیل و کشورهای منطقه نام داره به شدت ادامه داره و تعداد زخمی ها و کشته ها در اسرائیل بالا رفته و همچنان در شمار از پایگاه های آمریکایی گویا تعداد آمریکایی ها زخم برداشته. و البته تازه لشکرکشی جدیدی به سمت ایران از آمریکا هم جریان داره. در حالی که صحبت از مذاکرات و دیپلماسی میشه، همزمان صحبت از نابود کردن ایران و برهم زدن نیروگاه ها و زیرساخت ها و زیربناهای سرنوشت ساز ایران میشه. تازه تیپ یا لیوای توپخانه آرکانزاس 142 که سربازان آمریکایی هستند 3 تا 5 هزار به سمت خاورمیانه اعزام شدند. البته هر روز به تعداد سربازان آمریکایی در خاورمیانه و نزدیکی ایران افزوده میشه. همزمان هواپیمای آخر زمانی بوئینگ A4B نایت واچ که گویا این هواپیما برای زمانهای بحرانی است و برای جلوگیری از جنگ‌های هسته‌ای است، تازه به پرواز در آمده توجهات را جلب کرده که برنامه بعدی آمریکا چه خواهد باشد. رئیس استخبارات آمریکا ادعا میکنه که در جریان نجات خلبان، چون ایرانی ها را فریب دادیم با عملیات چند پارچه، ایرانی ها تحقیر شدن، ولی ایرانی ها ادعا میکنن که این آمریکایی ها بودن که تحقیر شدن، شکست خوردن و به اهدافشان نرسیدند. امروز هم شورای امنیت سازمان ملل جلسه میگیره و رأی گیری میکنه در مورد تنگه هرمز، پیشنویسی که از سمت کشورهای عربی به سازمان ملل به شورای امنیت پیشکش شده بود. اول رأی نیاورد، دو کشور متحد ایران، روسیه و چین وتو کردن و حالا تعدیل شده و دوباره به رأی گذاشته میشه. مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل ایران را متهم میکنه به جذب کودک سربازان و میگه کودکان 12 سال و زیر 12 سال را جذب میکنه به عنوان سرباز نظامی، اینها را لباس نظامی میپوشانه، مسلح میکنه، حتی در بازرسی ها و اینا استفاده میکنه به عنوان سپر جنگی، که گویا متهم میکنه ایران را به اینکه خود این کار یک جنایت جنگی است. در حالی که آقای مجتبی خامنه‌ای در پیوند به جان باختن فرمانده خادمی و سردار باقری که دیروز در حملات اسرائیل و آمریکا از بین رفتند یک پیام فرستاده و تسلیت گفته آمریکا و اسرائیل شکست‌های پی در پی می‌خورند، همزمان رسانه‌های غربی دوباره دامن زدند به اینکه سلامت مجتبی خامنه‌ای زیر سوال است و مدعی هستند که او حتی بیهوش و در کما است، در قم نگهداری میشه و هیچ خبری اطلاعی از جریانات نداره. به هر حال ایره حتی کشورهای منطقه هم رد کردند و گفته میشه که آقای مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است و اوضاع زیر رهبری داره و همگان به رهبری او دارند جنگ را مدیریت میکنند. در حالی که آمریکا و اروپا در ظاهر وانمود میکنند که با هم اختلاف نظر دارند و به شدت از ناتو ابراز گلایه داره، آقای ترامپ و حتی اخیراً گفت امکان خروج از ناتو وجود داره، خروج آمریکا از ناتو. تازه گزارش‌های منتشر شده که ناتو در خفا، کشورهای عضو ناتو در خفا در جنگ ایران شرکت داشتن و با ایالات متحده و ترامپ همکاری‌های فراوانی کردند، از جمله ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و آلمان که کشورهای قدرتمند اروپایی و اعضای ناتو هستند. همه این کشورها گفتند در جنگ ایران نیستیم، اما پشت صحنه گویا همکاری‌های زیادی با آمریکا داشتند. این که جنگ به چه سمتی خواهد رفت تا پایان امروز مشخص خواهد شد. چند 2 دور قبل از اینکه ضرب الاجل تعیین شد از طرف ترامپ،
این ضرب الجل دوباره تمدید شد، ولی اینکه آیا حالا هم تمدید خواهد شد، معادلات جدیدی در فرایند جنگ رقم خواهد خورد یا خیر، این تا ساعت بعد مشخص میشه. به هر حال هم ایران تمامی آمادگیش را هم برای جنگ زمینی هم برای ادامه جنگ دریایی و هوایی گرفته، هم اسرائیل و آمریکا آمادگیشان را گرفتن و به شدت جنگ تاکید میکنن و آخرین زورهایشان را میزنند. گویا ساعت سرنوشت ساز فرا خواهد رسید. اینکه چهارشنبه نابودی یکی از طرفها خواهد بود یا توافق تاریخی بین آمریکا و ایران مشخص خواهد شد. تشکر که بیننده این بسته بودید. تا بسته های خبری دیگر لحظه ها به کامتان.